دیگر مثل یک گدا دعا نکن. همین است دلیل تنگ دستی تو. همین است دلیل فروپاشی نقشه هایت. همین است که دنیا به صدایت گوش نمی دهد. زانو میزنی، آرام نجوا میکنی، التماس میکنی و اسمش را دعا میگذاری. اما این چیزی جز تردید درونی نیست که در لباس کلمات نرم پنهان شده. با هوش بیکران سخن میگویی، اما مثل فقیری که منتظر ته مانده است و بعد وقتی چیزی نمیرسد نتیجه را لعنت میکنی. تو آن را تسلیم مینامی، اما من نافرمانی مینامم. تو برای گدایی آفریده نشدی، تو برای فرمان دادن خلق شدی. تو به این دنیا نیامدی که فقط آرزوها را زمزمه کنی و چشم انتظار بمانی. تو برای فروپاشیدن در بحران زاده نشدی. و بعد به آسمان نگاه کنی به امید اینکه معجزه‌ای تو را نجات دهد از نتایج تردیدها و دودلی‌های خودت. ثروت اینگونه ساخته نمی شود. ایمان اینگونه عمل نمی کند. این دعا نیست، این سرگردانی است. قانونی هست، قانونی کهن‌تر از هر آیین، قانونی نیرومندتر از هر نهاد، قانونی که اهمیتی نمی‌دهد چقدر رنج کشیده ای، قانونی که به اشک‌ها پاسخی نمی‌دهد، نه به عذرخواهی‌ها و نه به خطاهای گذشته‌ات. این قانون فقط به یک چیز پاسخ می‌دهد: قدرت روحی. این قانون هر روز از تو میپرسد آیا با نظم میاندیشی؟ آیا با اقتدار سخن میگویی؟ آیا دعا میکنی مثل کسی که باور دارد جهان باید حرکت کند وقتی تو فرمان میدهی؟ چون اگر پاسخت نباشد، اگر مثل یک گدا دعا کنی، مثل یک شکاک فکر کنی و مثل کسی رفتار کنی که هنوز اجازه میخواهد، جز سرگردانی چیزی جذب نخواهی کرد. جز تأخیر چیزی نخواهی ساخت و درست همان چیزی را میگیری که انتظارش را داری. سکوت. اما اگر امروز گوش بسپاری، نه سطحی، نه برای سرگرمی، بلکه با فرمانبرداری مردی که از دور زدن به دور یک مو خسته شده است، آنگاه این سخنرانی به تو نشان می‌دهد چگونه مثل یک سازنده دعا کنی، مثل یک پادشاه سخن بگویی و با قانون روحانی بر نتایجت فرمان رانی. خواهی آموخت چگونه با هوش بیکران روبرو شوی، نه به عنوان یک گدا، بلکه به عنوان یک شریک. خواهی آموخت چگونه هدف اصلیت را مثل یک فرمان روحانی بنویسی. چگونه آن را بلند بگویی تا ناخودآگاهت اطاعت کند. چگونه دعایت را طوری تجسم کنی که گویی همین حالا تحقق یافته. و چگونه چنان هماهنگ با قانون عمل کنی که دنیا چاره‌ای جز پاسخگویی نداشته باشد. و اگر چنین کنی، اگر دقیق دعا کنی، با ایمان سخن بگو و بی تناقض عمل کن، آنگاه ثروت جذب خواهی کرد. نه فقط ثروت پول، بلکه روشنی، قدرت، هویت و نیرویی توقف ناپذیر. و وقتی آن را دریافت کنی شگفت زده نخواهی شد، زیرا مردی که با قانون بر واقعیتش فرمان میراند درخواست معجزه نمی کند. او خود معجزه می آفریند. حالا همه چیز را متوقف کن. دنیا را خاموش کن. ذهنت را آرام کن و گوش بده. نه برای سرگرمی، بلکه برای آموزش. زیرا آنچه در ادامه می آید فقط راهی تازه برای دعا کردن نیست، بلکه پایان ضعف است، پایان تأخیر و آغاز زندگی واقعی تو. بیشتر مردان مثل فقلا دعا می کنند. فکر می کنند بی ادعاند، اما در حقیقت ضعیفند. با ناامیدی زانو میزنند، نه با انضباط. آرزوهای نرم را به آسمان زمزمه می کنند و اسمش را ایمان می گذارند، در حالی که درونشان از ترس می لرزد. این دعا نیست، این آشفتگی روحی است. به همین دلیل است که بسیاری چیزی دریافت نمی کنند. آنها از موضع ضعف می خواهند، نه از جایگاه اقتدار. دعا وقتی حقیقی باشد از دهان آغاز نمی شود. از ذهن آغاز می شود. از روح شروع می شود. مرکز فرمان درونی. این التماس کردن به نیروی دور برای جلب توجه نیست. این اعلام به هوش بی‌نهایت است که تو همین الان می‌دانی که کی هستی، که از قانون انتظار اطاعت داری، نه به این خاطر که متکبر هستی، بلکه چون هماهنگ هستی. بیشتر مردان هرگز این را نیاموختند. با آنها گفته شده آرام دعا کنند، فروتن باشند و همیشه سر خم کنند. اما قانون به لحن پاسخ نمی‌دهد. قانون به یقین پاسخ می‌دهد. اگر مثل یک غریبه با هوش بی‌نهایت صحبت کنی، آن نیز با تو مثل یک غریبه برخورد خواهد کرد. اگر مثل فردی هدفمند صحبت کنی،
قانون اطاعت می کند. این را باید صریحاً به تو بگویم، تو برای ثروت درخواست نمی کنی. تو برای روزهای بهتر التماس نمی کنی. تو خود را برای دریافتشان آماده می کنی. با تمرین دادن ضمیر ناخودآگاهت تا منتظر آنها باشد. و این آمادگی بنیاد همه دعاهای واقعی است. تا زمانی که ضمیر ناخودآگاهت کلماتت را واقعی نپذیرد، هیچ دعایی مستجاب نمی شود. بگذار نشان دهم چگونه شروع کنی. هر روز را با حالت روحانی شروع کن. بایست. شانه ها عقب، نگاهت را رو به جلو نگه دار. با تصویر خود در آینه صحبت کن. با خالقت صحبت کن. با قانون صحبت کن. این را بدون فرض بگو: من از ترس دعا نمی کنم. از ایمان و بینش دعا می کنم. من فرمان رواییم را بر شرایط اعلام می کنم. اینها فقط کلمات نیستند، اینها نشانه اند. وقتی هر روز گفته شوند، آنها ضمیر ناخودآگاه را آموزش می‌دهند تا با اطمینان عمل کند. آنها انسان درون را می‌سازند. کسی که بدون شگفتی نتیجه می‌گیرد چون از قبل انتظارش را داشته. دعای تو باید تبدیل به هویتت شود. تو در حال درخواست نیستی، تو در حال اعلام هماهنگی خودت با قانون الهی هستی. به هنری فورد فکر کن، او برای اجازه دعا نکرد. او در مراقبه ننشست به امیدی که ماشین خود به خود ساخته شود. او حرکت کرد. او سخن گفت. او اعلام کرد چه خواهد شد و سپس شروع کرد طوری عمل کند که انگار از قبل انجام شده. دعای او ایمان در عمل بود و نتایجش اطاعت قانون بود. شاید بگویی اما من فورد نیستم و من میگویم این دقیقاً همان مشکل است. تو هنوز خودت را با محدودیت یکی میدانی. تو هنوز با هوش بی‌نهایت روبرو میشوی، مثل کسی که فقط امید دارد دیده شود، نه مثل کسی که با قانون دست داده است و انتظار یاری دارد. تو باید عادت التماس کردن را از بین ببری و هر عبارت ضعیف را از واژگان خودت حذف کنی. مثل اگر مقدر باشه، یا اگر شانس بیاورم، یا فقط امید دارم. اینها اعترافات ذهن سرگردان هستند. به جای آن، هر صبح خواسته هایت را با صدای بلند بگو. انگار همین حالا در مسیر آمادن به سوی تو هستند. آنها را به شکل سوال نگو، بلکه مثل قانون. این کارکرد روحانی تلقین به نفس است. این فقط انگیزه دادن نیست. این خیال بافی هم نیست. این دستور دادن به ذهن درونی توست. دعای واقعی، تلقین به نفس در قالبی روحانی است. این اندیشه است سازمان یافته بر پایه ایمان که با وضوح بیان می شود و آنقدر تکرار کن تا روحت دیگر نتواند مخالفت کند. تو باید با ضمیر ناخودآگاهت مثل محراب رفتار کنی. نه نیمکت، نه آیین، نه تکرار کلمات آموخته شده در کودکی، بلکه محراب زنده قانون در درونت. جایی که هر باوری که بیان می شود به یک بذر تبدیل می شود و هر فکر تکرار شونده قانون می شود. هر صبح در محراب خود چه می کاری؟ شک و دودلی؟ امید به تغییر اتفاقات؟ پس وقتی برداشتت کم ثمر شد، تعجب نکن، بلکه شفافیت بکار، سلطه بکار، تکرار قدرت بکار و نتایجت ناگزیر چند برابر می شوند. دعای تو باید ساختار یافته شود. باید قدرتمند شود. دیگر سرگردان نباشد. نه جملات مبهم، نه درخواست نشانه. نشانه در سخنان خودت است. معجزه در آموزش روزانه توست. تحول در اعلام توست که تو اینجا نیامدی تا آرزو کنی، تو اینجا آمده‌ای تا فرمان دهی. از امروز به بعد هر بار که از استراحت برمیخیزی با احساس قدرت شروع میکنی و میستی. به چشمهای خود نگاه میکنی، مثل مردی صحبت میکنی که جهانش را با قانون میسازد. میگویی من اینجا نیامدم تا منتظر روزهای بهتر باشم،
من آنها را میسازم، من آنها را بیان میکنم، من اعلام میکنم و آنها اطاعت میکنند. چون هوش بی‌نهایت ناشنوا نیست. او دور نیست. او تو را نادیده نمیگیرد. او فقط منتظر است تو متوقف شوی و با ضعف دعای خودت را نقض نکنی. او منتظر شفافیت است، منتظر ایمان است، منتظر هویت است. و اکنون این حقیقت را یادداشت کن و بالای آینت بچسبان. ضمیر ناخودآگاه من پناهگاه من است. دعای من نظرم است. ایمان من آتش است و نتایجم پاسخ آن است. این حقیقت را هر روز تکرار کن. بگذار در سخنانت نفوذ کند. بگذار در لحن تو بالا بیاید و انتظار تو بشود. چون وقتی انتظار شد قانون می شود و وقتی قانون شد، وقتی دعای تو آتش ندارد هیچ شعله‌ای تولید نمی کند و اگر انتظار تو ضعیف باشد ثروت نیز نخواهد آمد. هیچ شعله‌ای تولید نمی کند اگر خواسته تو ضعیف باشد. سخنان تو تنها نفس هدر رفته است. دعای واقعی با عادت یا سنت آغاز نمی شود. با آرزوی سوزان آغاز می شود. بدون آن همه درخواستهایت، تاییدهایت، سخنانت به هوش بی‌نهایت چیزی جز سر و صدا نیستند. آرزو جرقه است. این نیرویی است که قانون روحانی را شعله‌ور می‌کند. ممکن است هر جمله را با تلفظ کامل تکرار کنی، اما اگر آن را احساس نکنی، اگر خونت را به حرکت در نیاورد، نتایج تو را نیز حرکت نخواهد داد. دنیا به مردانی پاسخ می‌دهد که چیزی را آنقدر عمیق می‌خواهند که نمی‌توانند از فکر کردن، سخن گفتن و حرکت به سوی آن دست بکشند. به همین دلیل است که بیشتر دعاها شکست می‌خورند. نه به این دلیل که هوش بی‌نهایت غایب است، بلکه به این دلیل که مردی که دعا می‌کند سست است، سرد و بی‌حرارت است. و قانون به تضاد و اطاعت نمی‌کند. قانون آتش را اطاعت می‌کند. دعاهای ضعیف تنها تأیید خواست ضعیف هستند. مردی که برای ثروت دعا می‌کند اما هنوز مثل گدایی سخن می‌گوید، هنوز مثل سرگردانی برنامه‌ریزی می‌کند، هنوز انتظار کمی دارد، دعای او تو خالی است. بالا نمی‌رود، فرمان نمی‌دهد، تنها در محدودیت خودش می‌چرخد و به او خالی باز می‌گردد. می‌خواهم واضح بگویم، دعا سحر نیست، بلکه مهندسی روحانی است. این اتصال دادن فکر با باور و شدت قلبی در یک فرکانس اصلی است. و چه چیزی را می‌سازی؟ وقتی آن جمله را داشتی، هر روز آن را بگو. آن را مثل قانون بگو. آن را جلو آینه بگو. در حین راه رفتن بگو. پیش از خواب بگو. قانون به تکرار احساسی پاسخ می‌دهد. نه انعکاس خالی، بلکه آن که استخوان‌هایت را به لرزه می‌اندازد. من با تمام آتش درونم دعا می‌کنم. خواسته‌هایم را نجوانه می‌کنم. من آینده‌ام را از هوش بی‌نهایت طلب می‌کنم. این ریتم جدید تو باشد. بگذارد جای حسرت‌ها و تردیدهایت را بگیرد. هر وقت خواستی بگویی نمی‌دانم آیا می‌توانم، به جای آن بگو من اعلام می‌کنم. من می‌سازم. من تبدیل می‌شوم. دعای واقعی باید تمام وجودت را فرا گیرد. باید گفتارت را تغییر دهد. باید برنامه‌هایت را هدایت کند. باید لحن تو را شکل دهد. تقویمت باید شبیه خواسته هایت باشد. عاداتت باید از دعا تبعیت کند و محیطت باید شروع کند به بازتابگری هویتی که با دعا به وجود می‌آوری. حال خواستت را بالای دفتر روزانه‌ات بنویس با قدرت و یقین. این حکم قانون برای زندگیت باشد. هر صبح همان جمله را با همان کلمات بنویس، با همان باور و با نیروی احساسی بلند بگو. آن را زیر لب نگو، مثل فهرست خرید نخوان. آن را مثل سازنده‌ای که نقشه می‌خواند بیان کن. آن را مثل پادشاهی که فرمان می‌دهد بیان کن. اگر خواستت ثروتمند شدن است، دعا نکن لطفاً کمک کن پول در بیاورم. این ضعف است. بگو من مردیم که با هدف و انتصاب ثروت می‌سازم و با انضباط ماهی $10,000 سود به دست می‌آورم. با شفافیت و قانون هدف خود را بیان کن. روش خود را مشخص کن. انتظارت را مشخص کن. سپس از خودت بپرس
آیا این دعا را مانند کسی که ایمان دارد میگویم یا مانند کسی که هنوز به دنبال اجازه است؟ چون حقیقت این است تو برای اجازه گرفتن نمیپرسی، تو اعلام همکاری با قانون میکنی. بی نهایت هوش نیازی به قانع شدن برای کمک ندارد. آن آماده است. فقط به وضوح نیاز دارد، به تداوم نیاز دارد، به تکرار نیاز دارد که با اشتیاق تقویت شود. بگذار هشدار دهم. اگر اشتیاقت بعد از روز سخت کم شد، تو هرگز اشتیاق واقعی نداشتی. اشتیاق واقعی پایدار است و در سختی‌ها تیزتر می شود. وقتی نتایج کنده است، بلندتر تکرار می شود و تا وقتی کار تمام شود، سکوت نمی کند. و دعای تو باید با آن مطابقت داشته باشد. نه یک روز، نه یک هفته. هر روز تا زمانی که بخشی از وجودت شود. حال این را بلند تکرار کن. من در دعا سرگردان نمی شوم. در روح تردید ندارم. من برای ذره‌ای از زندگی خود التماس نمی کنم. من خواستم را اعلام می کنم و با گفتار تقویت می کنم. با فکر و عمل تا قانون اطاعت کند. زیرا قانون اطاعت می کند. اما تنها برای مردی که آتش درونش هرگیز خاموش نمی شود. حال که اشتیاقت شعله ور شد، بیایید سوختی اضافه کنیم که آن را غیر قابل شکست بکند. ایمان. بدون ایمان دعایت مانند کشتی بدون لنگر و بادبان است. آن با شرایط به حرکت در می آید، با تأخیر خاموش و با شک غرق می شود. ممکن است کلماتت را تکرار کنی، اما اگر ترس در لحن تو زندگی کند، ناخودآگاهت هر واژه‌ات را پس می زند. ایمان یک حس نیست. ایمان به معنای نبود سختی ها نیست. ایمان تصمیمی است که با تکرار تحکیم می شود. این یک انضباط ذهنی است و عمل انتخاب آگاهانه به باور است، حتی وقتی که دنیا 1001 دلیل برای عقب نشینی جلویت می‌گذارد. وقتی مردی با ایمان دعا می‌کند، صدایش لحن فرمان دارد. وقتی با ترس دعا می‌کند، لحنش پر از تناقض می‌شود و قانون از تناقض اطاعت نمی‌کند. ترس و ایمان نمی‌توانند در یک خانه همزیستی کنند. نمی‌توانند کنار یک سفره بنشینند. یکی باید حاکم شود و دیگری رانده شود. هر بار که ترس را انتخاب می‌کنی، در ورود هوش لایتناهی را می‌بندی و هر بار که ایمان را انتخاب می‌کنی، دروازه‌ها را به رویت می‌گشایی و ناممکن را فرا می‌خوانی تا مطیع شود. این را بلند بگو. من با یقین دعا می‌کنم. من با هوش لایتناهی سخن می‌گویم، با آرامشی مثل مردی که پیشاپیش دریافت کرده است. این همان صدایی است که باید به کار ببری. نه پریشان، نه درمانده، نه التماس کنانه. آرام و مقتدر. شفاف و قاطع مثل مردی که با آیندهش آشتی کرده است، زیرا او از پیش آن را رقم زده است. بگذار حقیقتی بگویم که کمتر کسی میپذیرد. ناخودآگاه فقط دعایی را میپذیرد که پشت آن صدایی استوار و بی تزلزل باشد. نمیتوانی یک روز از ثروت سخن بگویی و روز بعد در فقر فریاد بزنی. نمیتوانی صبح از قدرت حرف بزنی و عصر با شک و تردید سخن بگویی. این همان خرابکاری درونی است. این همان شیوه‌ای است که بیشتر مردم زندگی می‌کنند و به همین دلیل زندگیشان تغییر نمی‌کند. به آبراهام لینکلن فکر کن. او برای نبود جنگ دعا نکرد. او مسیر آسانتری نخواست. او برای نیروی دعا کرد که بار را به دوش بکشد، باری که خودش انتخاب کرده بود. او حتی وقتی اعضای کابینش تردید داشتند، باور کرد. او به سوی نبرد رفت نه به خاطر قطعیت، بلکه چون تصمیمش قطعی بود. این یعنی ایمان در عمل. و اگر می‌خواهی دعایت اثرگذار باشد، باید ایمانت را مثل لینکلن بسازی. هر صبح پیش از آن که با هوش لااعتناهی سخنگویی، ذهنت را آماده کن. فرمول تغییر خود را با صدای بلند تکرار کن. هویتت را بگو. نفست را آرام کن. حالت بدن و لحن خود را تنظیم کن.
زیرا نحوه آماده شدنت برای دعا قدرت کلماتت را تعیین می کند. بگذار واضح‌تر بگویم. دعا کردن همراه با شک بدتر از سکوت است، زیرا به ناخودآگاهت می آموزد که کلماتت دروغند و روحت را قانع می کند که آنچه می گویی را باور نداری و قانون از آرزوها اطاعت نمی کند، بلکه از باورها اطاعت می کند. پس نگو کاش ثروتمند بودم، بگو من مردی ثروتمندم و هر روز فراوانی دریافت می کنم از راه انضباط و هدفمندی. نگو امیدوارم درست پیش برود، بگو همه چیز درست پیش می رود چون من عمل می کنم و قانون در کنارم است. از دعا برای فرار از ترس دست بردار و شروع کن به دعا کردن مثل مردی که از پیش بر آن غلبه کرده است. شاید هنوز آن را احساس نکنی، اما ایمان درباره احساسات نیست. ایمان یعنی آنچه را تکرار می کنی تا زمانی که احساساتت تسلیم شوند. ایمان یعنی منتظر اعتماد به نفس نماندن، بلکه تبدیل شدن به مردی که با یقین سخن میگوید. چه زاروهایش بلرزند، چه نلرزند. بگذار فرمول را به تو بدهم. میل آتش است، ایمان سوخت آن. دعا کانال است و عمل اثبات آن. اگر یکی از اینها غایب باشد، قانون ساکت میماند، اما وقتی همه حاضر باشند، میل شعله‌ور، ایمان بیان شده، دعای اعلام شده و حرکت فوری، آنگاه واقعیت شروع به تغییر می کند. اکنون با من اعلام کن، من با پرسش دعا نمی کنم، من با فرمان دعا می کنم. ایمانم احساس نیست، ایمانم قانون است. آنچه را باور دارم می گویم، آنچه را می گویم باور دارم و قانون اطاعت می کند. بگذار این آهنگ هر صبح تو باشد. بگذار این سرود دنیای درونت را پر کند. بگذار این لحن یقین هر زمزمه قدیمی ترس را خاموش کند. چون وقتی دعایت با ایمان تزلزل ناپذیر همراه شود، دیگر هیچ چیز متوقفش نمی کند. تو به آسمان دعا نمی کنی. تو در خلأ حرف نمی زنی. وقتی دعا می کنی، در حقیقت به ناخودآگاهت فرمان صادر می کنی. و این تنها محراب واقعی است. این مرکز قدرت توست، دروازه هوش و خرد بی‌نهایت. پل میان اندیشه و واقعیت. ناخودآگاهت قضاوت نمی کند. فقط میپذیرد، اما نه از هر کلمه ای، بلکه فقط از آنچه با تکرار، وضوح و ایمان گفته شود. ناخودآگاه به درخواست‌های ضعیف واکنش نمی‌دهد، نه به آرزوهای درگوشی یا جملاتی بی احساس. چون نمی‌توانی فریبش بدهی، نمی‌توانی وانمود کنی. اگر لحنت پر از تردید باشد، پیامت رد می‌شود. اگر صدایت بلرزد، فرمانت اجرا نمی‌شود. به همین دلیل است که دعا باید بیشتر از کلمات باشد. باید احساس شود، باید زندگی شود. هر دعایی یک فرمان است، اما فقط آنهایی که از عمق احساس و وضوح میآیند در ناخودآگاه ریشه میزنند و به واقعیت تبدیل میشوند. از ناخودآگاه میگذرد و در آن ریشه میدواند. با من با صدای بلند بگو: هر بار که دعا میکنم، روح خودم را بازنویسی میکنم. ناخودآگاه هم فقط قدرت را میپذیرد. شفافیت و فرمانی قطعی. این فلسفه نیست، این قانون است. همین دلیل است که مردان صاحب قدرت جهان خود را میسازند و آنها که با سردرگمی سخن میگویند سالها سرگردان میشوند. ناخودآگاهت تمام روز گوش میدهد. هر روز میشنود چه چیز درباره خودت میگویی. میشنود چه چیز را در سکوت تکرار میکنی. میشنود لحنت را، احساست را، تصویر ذهنیت از خودت. هر کلمه تو یک بذر است و ناخودآگاه تو خاک آن است. اگر بذر شک بکاری، سردرگمی رشد میکند. اگر بذر ایمان بکاری، نتیجه رشد میکند. اما نمیتوانی هر دو را بکاری و انتظار برداشت داشته باشی. باید ثابت قدم شوی. باید آگاهانه عمل کنی. باید مردی شوی که فقط همان را بر زبان می آورد که می خواهد دوچندان. به جان دی راکفلر فکر کن. او هرگز اجازه نداد وحشت وارد کلامش شود. حتی در زمان فروپاشی اقتصادی. وقتی دیگران فریاد می زدند، او در سکوت نشست. وقتی دیگران ترسیدند،
او با واقعیت‌ها سخن گفت. دعایش پر سر و صدا نبود، بلکه مطمئن بود و ناخودآگاه فقط به یقین پاسخ می‌دهد. تو هم باید ناخودآگاهت را آموزش دهی. به همان شیوه دعای اصلی خود را بساز. دعایی که هدفت را تعریف کند، چشم اندازت، سرنوشتت را. آن را در زمان حال بنویس، مثل قانون بنویس و روزی 5 بار تکرارش کن. همیشه با احساس، نه بی تفاوت، نه با زمزمه مثل خواندن از روی کارت. آن را مثل فرمان یک ژنرال پیش از نبرد بگو. بگو انگار آینده‌ات به آن وابسته است. چون همین طور است. بگذار دوباره روشن بگویم. دعای تو نقشه روح توست. اگر آن را با صدای بلند نخوانی، مرور نکنی، نگویی و احساس نکنی، در واقع وارد نبردی بی‌نقشه شده ای. و ناخودآگاه با حدس چیزی نمی سازد، بلکه با طرح‌های دقیق می سازد. با یقین تکرار شده می سازد. حالا اجازه بده هشداری بدهم. شکایت کردن آنچه دعا ساخته را ویران می کند. به محض اینکه با ترس سخن بگویی، طعنه یا دلسوزی به خود، تمام پیشرفت ایمان گفته شده‌ات را نابود می کند. ناخودآگاهت را دچار سردرگمی می سازد و ساخت نتایجت را متوقف می کند. ترس وقتی به زبان آورده شود، دعای معکوس است و انرژی می دهد به آن چیزی که می خواهی از آن فرار کنی. این را هرگز فراموش نکن. ناخودآگاه برایش مهم نیست که شوخی می‌کنی یا تردید داری یا فقط درد دل می‌کنی. کلماتت را جدی می‌گیرد و بر همان اساس عمل می‌کند. از حالا به بعد باید نگهبان گفتارت باشی. هر دعایی که می‌گویی باید روشن و مشخص باشد. هر تأییدی که اعلام می‌کنی باید دقیق باشد. هر تصویری که تکرار می‌کنی باید آمیخته با نیروی احساس باشد. این گونه است که ناخودآگاهت را آموزش می‌دهی که پاسخ دهد. مثل یک سرباز وفادار. حالا این را بگو. کلمات من فرمانند، لحنم قانون است، باورم آتش است و ناخودآگاهم وقتی شفاف سخن میگویم به حرکت در میآید. این است راهی که باور نامرئی را به نتایج مرئی بدل می‌کنی. این است راهی که هویتت را شکل می‌دهی. این است راهی که هوش نامتناهی را فرمان می‌دهی، نه با هیاهو بلکه با نظم. حالا برو و دعای اصلیت را بنویس. امروز آن را 5 بار با صدای بلند بگو و هر بار طوری بگو که گویی واقعاً باور داری. اگر کسی وارد کارگاه یک سازنده شود و بگوید چیزی برایم بساز، سازنده شروع نمی کند. او صبر می کند. چرا؟ چون چیزی هیچ ساختاری ندارد. چیزی وزن، شکل یا ماده‌ای ندارد. این اصلاً یک درخواست نیست. این فقط یک مه و هوش نامتناهی، همانطور که یک بنا نمی‌تواند از دل مه چیزی بسازد، باید همه چیز شفاف و روشن باشد. برای همین بیشتر دعاهای آدم‌ها بی‌پاسخ می‌مانند، مبهمند، پراکنده اند، آرزوهای احساسی در قالب کلماتی روح بخش. میگویند کمکم کن موفق شوم، همه چیز را بهتر کن، اما کدام چیزها؟ به چه شکل؟ موفقیت چطور سنجیده می شود؟ تا چه حد؟ دعا ناکام می ماند، نه به خاطر کمبود احساس، بلکه چون قالب و چارچوب ندارد. تو نباید مثل این آدم‌ها باشی. هوش بی‌نهایت به احساسات مبهم پاداش نمی دهد. به نظم واکنش نشان می دهد. ساختار را گسترش می دهد. از قانون پیروی می کند و قانون دقیق است. قانون ریاضیوار است، نقشه و طرح می خواهد. برنامه، اندازه‌گیری و دلیل. آن کسی که با جزئیات سخن می گوید، که با ساختار تجسم می کند و با نظم عمل می کند، این همان کسی است که با دعا نتیجه می سازد. از طریق دعا. حالا با من تکرار کن. من با هوش بی‌نهایت سخن می گویم، با زبان فرمان. درخواستم دقیق است، چشم اندازم روشن و جزئیوار. اراده‌ام خلل ناپذیر است. این غرور نیست، هماهنگی با حقیقت است. تو چیزی از خدایی طلب نمی کنی، تو با یک قانون کار می کنی. و این قانون نمی پرسد چقدر احساساتی هستی،
به اشکها پاسخ نمی دهد. به تعریف و وضوح واکنش نشان می دهد. دعایت را با شکرگزاری آغاز کن. نه برای اینکه خدا را چاپلوسی کنی، بلکه چون شکرگزاری ذهنت را تغییر می دهد. از کمبود به فراوانی و به ناخودآگاه می گوید من همین حالا در وفور زندگی می کنم. این پیام دریچه را به روی بیشتر باز می کند. بعد چشماندازت را بگو، نام ببر، شکل بده، جزئیات بده. و اگر ثروت می‌خواهی نگو می‌خواهم پولدار شوم، بگو تا اول ژانویه ماهانه $10,000 از کسب و کارم درآمد دارم، با خدمت به 50 مشتری که برای دقت، ارزش و دگرگونی پول پرداخت می‌کنند. به این هدف می‌رسم با 4 ساعت کار متمرکز صبحگاهی که در آن بی‌نقص خدمت ارائه می‌دهم. این فقط حرف نیست، یک ساختار معنوی است. ناخودآگاه این را می‌فهمد، قانون به آن احترام می‌گذارد. بگذار الگویی به تو بدهم. هر دعای روشن 4 ستون دارد: شکرگزاری، خواسته مشخص، روش دقیق و نتیجه‌ای قابل اندازه‌گیری. این صدای کسی است که نتایج را فرمان می‌دهد. هر چیز کمتر از این آشوب می‌آورد. اندرو کارنگی فقط آرزو نکرد ثروتمند شود. او اهدافش را ساختار داد و آنها را نوشت. او هیچ تردیدی را در خواسته‌هایش راه نداد. به همین دلیل ناخودآگاهش پیروی کرد و زندگیش فرمانبردار شد. تو هم باید همین کار را کنی. دعایت را مثل پیمان بنویس. آن را جلوی آینه‌ات نصب کن. هر صبح پیش از شروع روز آن را بخوان و دوباره پیش از خواب تکرارش کن. این را نه برای درخواست، بلکه برای تأکید بخوان. آن را مثل یک فرمانده بخوان، مثل طرح یک نبرد که به جانت سپرده شده است. حالا چیزی که لبه معنوی تو را تیزتر می کند این است: دفترچه دعای خودت را بساز. در یک صفحه فرمان معنوی دقیقی را که گفته ای بنویس و در صفحه دیگر یک عمل آماده سازی عملی را ثبت کن. اگر ثروت را اعلام کرده ای، بنویس امروز با 10 مشتری احتمالی صحبت می کنم. اگر وضوح را اعلام کرده ای، بنویس یک صفحه از بیانیه چشماندازم را می نویسم. اگر انضباط جسمی را اعلام کرده ای، بنویس سحرگاه بدون هیچ بهانه‌ای تمرین می کنم. هر خط دعا باید با یک خط حرکت همراه شود. هر کلمه باور باید با یک عمل اطاعت تایید شود. وگرنه دعایت به تناقض تبدیل می شود و ناخودآگاهت را گیج می کنی و قانون را بی احترام می کنی. خوب گوش کن. دعای بدون حرکت تناقض معنوی است و تناقض نتیجه را متوقف می کند. بلند بگو: هر فرمانی که می دهم با حرکتی همراه است. دفترچه‌ام نشان می دهد به آنچه می گویم ایمان دارم. آن دفترچه به سند قدرتت تبدیل می شود و هر روز به تو نشان می دهد که آیا روحت به گفته‌های زبانت عمل می کند یا نه. و این بالاترین قانون در این بخش است. نظم را جذب می کند. ابهام آشوب را. دقت قدرت جذب می آورد. شفافیت به ثروت تبدیل می شود. این نظر من نیست. این ریتم قانون است. خانه با احساس ساخته نمی شود، با نقشه ساخته می شود. سرنوشت هم همین طور است. وقتی با هوش بی‌نهایت سخن می گویی، دیگر زمزمه ابرها نباش. از آجر بگو، از تیراهن بگو، از نقشه حرف بزن. نگو امیدوارم اوضاع درست شود. بگو تا پایان امسال چنان نتیجه‌ای مشخص به دست می آورم، چنان قابل اندازه‌گیری و چنان واقعی که جهان بداند من طبق قانون دعا کرده ام، نه در مه. بگذار دعایت با برنامه‌ات هماهنگ باشد. بگذار جملات تأکیدیت با برنامه تقویمت هماهنگ باشد. بگذار خواسته‌هایت با قدم‌های روزانه‌ات یکی باشد. چون قانون جهان نمی‌تواند مقاومت کند در برابر انسانی که چشماندازش را کاملاً با عمل هماهنگ کرده است. حالا بعد از من تکرار کن: من دیگر در مه و ابهام دعا نمی کنم. دیگر با کلمه شاید حرف نمی زنم.
من چشماندازم را با جزئیات بیان می کنم. با جهت مشخص حرکت می کنم و آماده می شوم. مثل کسی که می داند آنچه خواسته‌ام همین حالا در حال شکل گیری است. تو اینجا برای امیدواری نیامده ای. تو آمده ای تا فرمان بدهی. تو اینجا برای حدس زدن نیامده ای. اینجا آمده ای تا اعلام کنی. دعایت ابزار ساختن توست. کلامت همان داربست است. ایمانت مانند ملات است که پایه ها را محکم و استوار نگه می دارد و عملت سند اثبات است. بگذار دعای بعدیت وزن یک پیمان را داشته باشد. بگذار با نظم طنین انداز شود و تو را به حرکت وادارد. زیرا وقتی چنین شود، هوش بیکران بدون هیچ تردیدی همراه تو حرکت خواهد کرد. اکنون به من گوش کن و این حقیقت را هرگز فراموش نکن. دعا بدون عمل تعلل معنوی است. توهم پیشرفت است بدون پرداخت واقعی. صدایی است بی جهت. اگر دعا کنی و فقط منتظر بمانی، دعا کنی و شک کنی یا دعا کنی و درنگ کنی، این دعا از روی ایمان نیست. تو در واقع در تأخیر دعا کرده ای و تأخیر دشمن فرمان روایی است. وقتی انسانی واقعاً باور داشته باشد که دعایش شنیده شده است، او حرکت می کند و هیچ تردیدی ندارد. او زیاد فکر نمی کند. او منتظر علامت کامل نمی ماند. او عمل می کند چون فرمان قبلاً صادر شده است و انتظار دارد قانون همانطور که او عمل می کند پاسخ دهد. این همان اعتماد به نفس معنوی است. این هماهنگی با هوش بیپایان است. این همان راهی است که معجزات شکل می‌گیرند. بلند بگو من دیگر در ابهام دعا نمی کنم. من دعا می کنم و حرکت می کنم. ایمانم در گامهایم دیده می شود، نه فقط در کلماتم. کسی که بعد از دعا بی حرکت می نشیند واقعاً دعا نکرده است. او فقط خیال پردازی کرده است. کسی که حتی وقتی چیزی دیده نمی شود به حرکت ادامه می دهد درست دعا کرده است. چون عمل اثبات ایمان است. حرکت رسیدن به پاسخ دعاست و تردید چیزی جز ترس مبدل به منطق نیست. بیایید از توماس ادیسون صحبت کنیم. او برای اختراع کردن دعا نکرد و بعد در سکوت ننشست. او از طریق عمل دعا کرد. کارگاهش را با اشتیاق روشن کرد. ابزارهایش را با ایمان تبرک کرد. او مدتها بعد از آن که دیگران دست کشیده بودند کار کرد، چون می‌دانست قانون باید اطاعت کند. کسی که دعا را ادامه می‌دهد، دعا فقط با کلمات گفته نشده بود. آن را کوبیده، سینکشی و تست کرده بود. دستهایش ادامه کلماتش بود. تو باید همانطور دعا کنی. هر بار که هدف اصلیت را بلند میگویی، گام بعدیت باید آن را بازتاب دهد. اگر میگویی مرد ثروتمندی هستی، پس امروز چگونه راه میروی، صحبت میکنی و کار میکنی؟ میگویی در حال ساختن یک کسب و کار هستی، پس دستوراتت، ناماتت و گامهای عملیت کجاست؟ بلند بگو دعای من با عمل پایان می‌یابد. ایمانم پاهام را حرکت می‌دهد. ایمانم را با اعمال اثبات می‌کنم. تو باید هر دعا را مانند جرقه‌ای رفتار کنی. با صدای بلند بگو دعای من با عمل به پایان می‌رسد. ایمانم پاهایم را به حرکت در می‌آورد. باورم را با اعمالم ثابت می‌کنم. باید هر دعا را مانند یک جرقه ببینی و گام بعدیت مانند شعله‌ای باشد که آن را زنده می کند. تنها یک جرقه آتش نیست. باید سوخت پیدا کند. باید استکاک پیدا کند. باید حرکت پیدا کند. قانون به تلاش همانقدر پاسخ می دهد که به سخن. این فقط دستور نیست. این فرمان است. بعد از هر دعا یک عمل بنویس که ایمان تو را ثابت کند. سپس آن را قبل از غروب انجام بده. قبل از اینکه شب شتاب تو را برباید.
تعویق ننداز، سرگردان نشو، چون هرچه بیشتر بعد از دعا منتظر بمانی، آتش سردتر می شود، لحن تو نرمتر می شود، عمل سختتر می شود و احتمال اینکه ناخودآگاهت دعای تو را خیال پردازی بنامد بیشتر است. هر بار که دعا می‌کنی و عمل می‌کنی، ارتباط بین ایمان و حرکت قوی‌تر می‌شود، اعتماد درونی می‌سازی، خودت را نه فقط به عنوان مردی که امیدوار است، بلکه به عنوان مردی که خلق می‌کند می‌بینی و جهان به خالقان پاسخ می‌دهد. و حالا این را در نظر بگیر، جهان متعلق به کسانی نیست که بلند دعا می‌کنند، بلکه متعلق به کسانی است که با یقین آرام حرکت می کنند. ممکن است مرد پرصدا فقط شنیده شود، اما کسی که آرام و مطمئن عمل می کند اطاعت می شود. نتایج او آنچه دهانش نیازی به گفتن نداشت را بیان می کند. زندگی او بلندترین دعای او می شود. اجازه بده یادآوری کنم، ایمان بدون عمل فقط مرده نیست. این سرگردانی در لباس دیگر است. این شکلی از ضعف است که خود را به عنوان خرد پنهان کرده است. منتظر تایید هستم. مرد میگوید به دنبال نشانه هستم. اما قانون به تایید نیاز ندارد. قانون منتظر توست. همین حالا بگو. هر قدمی که برمیدارم مقدس است. هر کاری که انجام میدهم با هدف همراه است. ایمان من یک آرزو نیست، فرمان من به زندگی است. این فقط انگیزه نیست. این الگوی هر کسی است که ثروت ساخته است. با دعا و این یک اصل است که کمتر کسی آن را میفهمد. خود حرکت تبدیل به دعا می شود. وقتی اعمالت با کلماتت هماهنگ باشد، تمام زندگی تو تبدیل به تایید زنده می شود. وقتی قدمهایت با حرفهایت هماهنگ است، برنامه روزانت مقدس می شود. تلاش تو به عنوان مدرک عمل می کند و قانون هوش بی‌نهایت به الگوی تو خم می شود. وقتی اعلام می کنی که در حال ساخت یک کسب و کار هستی و هر صبح زود بیدار می شوی تا آن را بسازی، این دعاست. وقتی می گویی مقدار مشخصی درآمد خواهم داشت و با مشتریان صحبت می کنی، مهارتت را بهبود می دهی و به کیفیت برتر پافشاری می کنی، این دعاست. وقتی میگویی سلامتیت را تغییر میدهی و با هدف غذا میخوری، با انگیزه تمرین میکنی و با تعادل قدم برمیداری، این دعاست. زندگی تو مدرک میشود، تقویم تو تبدیل به کتاب مقدس میشود، حرکت تو تبدیل به آهنربا میشود برای همه چیزهایی که اعلام کرده ای. حال بیایید جلوتر برویم. حرکت تنها ایمان را ثابت نمی کند. وقتی حرکت میکنی، افرادی با انرژی بالا و همجهت را جذب می‌کنی. به افراد با انرژی بالا سیگنال می‌دهی که تو مردی با جهت مشخص هستی. آنها حرکت تو را حس می‌کنند، ساختار تو را می‌بینند، ریتم تو را تشخیص می‌دهند و به آن می‌پیوندند. اما مردی که حرف می‌زند و به تعویق می‌اندازد، هیچ کس را جذب نمی‌کند، فرصت را دفع می‌کند، هیچ چیزی را تحریک نمی‌کند. عمل خودتان مهم است، نه تکیه کردن به دعا یا انتظار برای دیگران. حرکت توست که افراد باهوش و توانمند را جذب می کند. انضباط توست که آنها را به جلو می خواند. تمرکز توست که افرادی با انرژی مشابه را به خود جذب می کند. پس این قانون را بر قلبت بنویس. من حرکت می کنم، پس باور دارم. من عمل می کنم، پس جذب می کنم. من می سازم، پس دریافت می کنم. از امروز به بعد نباید دعایی بدون مدرک باشد. هر صبح خواسته‌ات را بیان کن و سپس با حرکت آن را مطابقت بده. بدون اینکه کلامت را تایید نکرده ای نخواب. و وقتی تأخیر دوباره سر میزند، وقتی عادتهای قدیمیت آرامش را نجوا می کنند، وقتی مرد ضعیف درونت میگوید صبر کن تا آماده شوی، این حقیقت رو بلند بگو. من صبر نمی کنم، من فرمان می دهم. من تردید نمی کنم، من اجرا می کنم. من آرزو نمی کنم، من می سازم. تو اینجا نیستی که قانون را تحسین کنی. تو اینجا هستی که آن را اجرا کنی. تو اینجا نیستی که ایمان را تمرین کنی. تو اینجا هستی که آن را زندگی کنی.
این روز را با یک اعلامیه نهایی ببند. من دعا کردم، حالا حرکت می کنم و تمام قدرت هوش بی‌نهایت با من حرکت می کند. با من. مرد ضعیف برای نتایج دعا می کند. مرد قوی دعا می کند تا خودش به آن نوع مرد تبدیل شود که نتایج را اجتناب ناپذیر می کند. این تفاوت بزرگ است. یکی التماس می کند که شرایط تغییر کند. دیگری خواستار تحول هویت خود است. آلی امیدوار است دریافت کند. دومی به خودش فرمان می دهد تا تحقق یابد و هوش بی‌نهایت اطاعت می کند. دومی هر بار بلند بگو: من دعا نمی کنم فقط برای ثروت. من دعا می کنم تا به مردی تبدیل شوم که ثروت را فرمان می دهد. این درباره اهداف بیشتر نیست. این درباره مفهوم بزرگتر از خود است. این دعا درباره پول بیشتر نیست، فرصت یا راحتی هم نیست، بلکه درباره تبدیل شدن به مردی است که عادتها، لحن صحبت و قامت او آنقدر قوی و مشخص است که نتایج ناچار از دنبال کردن او هستند. تو نمیتوانی آنچه هویتت رد می‌کند را دریافت کنی و اگر صدای درونت هنوز میگوید من هنوز آن مرد نیستم، تمام نتایج جهان از دستت خواهند رفت. تو خودت موفقیتی را که دعا کرده ای خراب میکنی، چون تصویر ذهنی از خودت نمیتواند چیزی را نگهدار که روح تو هنوز باور نکرده است. به همین دلیل دعا باید ابتدا بر هویت هدف بگیرد. بگذار واضح بگویم، تو منتظر دعای مستجاب نیستی. تو تبدیل میشوی به مردی که زندگی او همان پاسخ است. مثال ابراهام لینکلن را دوباره در نظر بگیریم. او دعا نکرد تا خوش شانس شود. او التماس نکرد برای مسیر آسان. او دعا کرد تا به اندازه کافی قوی شود که مسیر را طی کند. کسی دیگر جرأت نمی کرد. او مردی شد که ساختار درونیش می توانست یک ملت شکسته را تحمل کند. او درخواست کمک نکرد. او پایدار کرد. این دعا بر اساس هویت است. تو باید هر صبح همین کار را انجام دهی. به آینه نگاه کن و آن را ترک نکن تا وقتی هویتت را بلند بیان نکرده ای، نه به عنوان امید، نه به عنوان آرزو، بلکه به عنوان اعلامیه قانون روحانی. بگو من مرد نظم هستم، من مرد قدرت هستم، من مرد عمل هستم. وضوح و تسلط یک بار نگو. تا وقتی صدای درونت شروع به باور کردن آن کند، باز هم بگو و سپس دوباره بگو تا آن باور به رفتار تبدیل شود. بیشتر مردان برای رویدادها دعا می کنند، می گویند این اتفاق بیفتد، این فرصت به من داده شود. و این دعا دعای کودکانه است. این دعا برای مردی است که هنوز باور دارد که موفقیت چیزی است که برای او اتفاق می افتد، در حالی که موفقیت از طریق تو اتفاق می افتد. و تا وقتی هویتت با چشماندازت همخوان نباشد، تو همان چیزی را که می خواهی دفع می کنی. اجازه بده بگویم چه کاری را متوقف کنی. دعا کردن برای چیزهایی که هنوز آماده نگه داشتنشان نیستی را متوقف کن. در عوض مردی را بساز که آنها را نگه دارد. دعا برای ثروت را متوقف کن وقتی در بی‌نظمی زندگی می‌کنی. دعا برای فرصت را متوقف کن وقتی در ترس پنهان شده ای. دعا برای نفوذ و قدرت را متوقف کن وقتی مثل مردی که از مسیر خود مطمئن نیست صحبت می‌کنی. ابتدا تبدیل شو، سپس دریافت کن. به همین دلیل دعا باید یک آینه روحانی باشد. این آینه باید نه تنها آنچه می‌خواهی را بازتاب دهد، بلکه کسی را که باید شوی تا آن را دریافت کنی نشان دهد. این را بنویس و کنار آینه‌ات بگذار. من برای نتایج دعا نمی کنم. من دعا می کنم تا هویتی بسازم که نتایج را خلق می کند.
سپس هر روز از خود بپرس، نه چه میخواهم، بلکه چه کسی باید بشوم. این سوال همه چیز را تغییر می‌دهد. این سوال قدرت را بیدار می‌کند. اگر ثروت می‌خواهی، آیا در وضوح مالی زندگی می‌کنی؟ اگر می‌خواهی رهبری کنی، آیا با قطعیت صحبت می‌کنی و با ساختار عمل می‌کنی؟ اگر نفوذ می‌خواهی، آیا خودت را با انضباط مردی نشان می‌دهی که نادیده گرفته نمی‌شود؟ اگر نه، تو آماده نیستی و دعا هر چقدر هم پرشور باشد نمیتواند جای هویت را بگیرد. اکنون این را بگو، من دارم مردی میشوم که چشماندازم میطلبد. من دیگر منتظر دعای مستجاب نیستم. من در آن قدم میزنم. متوجه باش. تو درخواست اجازه نمی کنی. تو هماهنگی میسازی. تو ظرفی میسازی، شایسته قدرتی که میخواهی در دست بگیری. و وقتی ظرف به اندازه کافی قوی شد، پاسخ حتما خواهد آمد. قانون تأخیر نمی کند. پس امروز یک آیین صبحگاهی آغاز کن. دعا برای هویتت را بلند بگو. نه آنچه می‌خواهی داشته باشی، نه آنچه امیدوار هستی اتفاق بیفتد، بلکه آنچه در درونت می‌سازی. بگو من مرد قدرت هستم. من فرمانده افکارم هستم. رهبر احساساتم. من با انضباط حرکت می کنم. نظم را منتشر می کنم. من منتظر نمی مانم. من می شوم. این شعر نیست، این قدرت است. این دستور به ضمیر ناخودآگاه هست. این است که چگونه یک مغناطیس می سازی که ثروت نمی تواند نادیده بگیرد. یک روز هم بدون آن نگذران. اکنون این حقیقت نهایی را بشنو. مردی که هویت خود را از طریق دعا می سازد، توقف ناپذیر می شود. لحن او تغییر می کند، قامت او تغییر می کند، زمان او تغییر می کند. حلقه اطرافیانش تغییر می کند، چون همه چیز بیرونی باید در نهایت با قانون درونی تطبیق یابد. او اعلام کرده است، به همین دلیل نباید فقط بگویی، باید زندگی کنی. اعمال تو باید بازتاب هویتی باشد که بیان می کنی. تصمیماتت باید آن را تایید کنند. عادتهایت باید از آن پیروی کنند. فقط در این صورت دعا قابل مشاهده می شود. فقط در این صورت دیگر امیدوار به تغییر نمیمانی و شروع می کنی به تبدیل شدن به نیرویی که آن را فرمان می دهد. با این تأییدیه پایان بده. هر بار که دعا می کنم، هویتم را تقویت می کنم. نه کسی که امیدوارم باشم، بلکه کسی که انتخاب می کنم باشم. اکنون این را به تو می گویم، نه به عنوان پیشنهاد، بلکه با اطمینان روحانی. تو فقط گوینده دعا نیستی، تو پاسخ آنی، تو شاهد آن هستی. تو زنده ای، تجسم هر فرمانی که اعلام کرده ای. و چه ثروت، قدرت، صلح یا پیروزی وارد زندگی تو شود، به آنچه می‌خواهی بستگی ندارد، بلکه به کسی که می‌شوی بستگی دارد. بیایید برای همیشه کنار بگذاریم ایده‌ای که دعا یک عمل جدا از زندگی است که محدود به گوشه است، یک لحظه، یک مراسم. از همین لحظه به بعد دعا تنها چیزی نیست که در سکوت زمزمه می‌کنی. دعا همان چیزی است که در حرکت می‌سازی. این تفکر توست، سخن توست، راه رفتن توست، پاسخ توست. وقتی ترس باز می‌گردد، زندگی تو دعای توست. تصمیماتت اعلامیه‌های تو هستند، نگرش تو آیین‌های تو، عادت‌هایت باید از آن پیروی کنند. اینها سطرها هستند، اینها اعلامیه‌ها هستند که هوش بی‌نهایت می‌خواند و پاسخ می‌دهد. اکنون با تمام قدرت بگو، من پاسخ زنده دعایی هستم که گفته‌ام، دیگر منتظر نیستم، دیگر آرزو نمی کنم. اکنون به عنوان مردی قدم میزنم که قانون او را اطاعت می کند. مردی که افکار، سخن و عادتهایش آنچه خواسته تایید می کند، زیرا این است قانون. ثروت از آن مردی نیست که یک بار دعا می کند. ثروت از آن مردی است که هر روز
روز دعا می کند، با انضباط، وضوح و کنترل احساسات. مردی می شود که دعا را از آمادگی جدا نمی کند، که دیگر ایمان را از رفتار جدا نمی کند، که دیگر نمی پرسد کی خواهد آمد، بلکه اعلام می کند در حال شکلگیری است و من بدون تردید به سوی آن حرکت می کنم. با صدای بلند بگو و در روح خود حک کن: من شاهد قانون روحانی هستم. با قدرت سخن می گویم، با اطمینان حرکت می کنم، با انضباط دریافت می کنم و اکنون اگر واقعاً می خواهی از این پیام فارغ شوی، اگر می خواهی نه شنونده باشی بلکه نیروی زنده شوی، پس باید این تمرین را کامل کنی. اعلامیه روحانی نهایی خود را بنویس، نه یک درخواست، نه یک شعر، نه یک امید مبهم، بلکه پیمان شخصی. یک قرارداد بین هویتت و هوش بی‌نهایت. یک قرارداد بگو که چه کسی هستی، چه میسازی، چگونه عمل خواهی کرد و قانون چگونه باید از تو اطاعت کند. هر صبح و شب به مدت 30 روز با صدای بلند بگو. بگذار قانون راهنمای ذهنت شود و روح تو را با برنامه ریزی شکل دهد. هر پژواک مرد ضعیفی که قبلاً التماس می‌کرد را نابود کند و او را با سازنده‌ای که فرمان می‌دهد جایگزین کند. بگو دیگر منتظر نشانه نیستم. من خود نشانه‌ام، دیگر التماس نمی‌کنم. من آماده می‌کنم، دیگر امیدوار نیستم. من عمل می‌کنم. به یاد داشته باش، هر عمل شکرگزاری دعاست. هر لحظه انضباط دعاست. هر بار که ترس را رها می‌کنی، افکارت را اصلاح کن. شکایت را رد کن و تنها باور کن. تو در حال دعا هستی. دعا زندگی جدا نیست. دعا زندگی است. وقتی صبح چشمانت را باز می‌کنی و ذهنت را به سوی هدف مشخصت هدایت می‌کنی، این دعاست. وقتی اهداف خود را مرور می‌کنی، آنها را با صدای بلند بیان کن و قبل از آنکه احساسات سخن بگویند اقدام کن. این دعاست. وقتی با یک جمله قاطع شک را ساکت می‌کنی و با آرامش کسی حرکت می‌کنی که قبلاً به دست آورده است، این دعاست. و وقتی روز به روز این کار را می‌کنی، بدون عذرخواهی، بدون وقفه، بدون تضاد، تو مغناطیسی برای ثروت می‌شوی. زیرا ثروت پاداش اصرارآمیز نیست. ثروت نتیجه اطاعت روحانی است. انعکاس قانون روزانه است. محصول جانبی دعاست. این را از دست نده. اگر زندگی تو هنوز توسط تصادف، ترس و احساس کنترل می شود، به همین دلیل است که دعای تو هنوز یک اتفاق مانده است، نه یک ریتم. اما اگر دعا را ریتم خود کنی، افکارت را منظم کنی، سخنت را تمرین دهی، با وضوح حرکت کنی، تمرکزت را هدایت کنی، هیچ چیز نمی‌تواند ثروتی را که باید بیاید متوقف کند. زیرا ثروت هدف نیست، بلکه پیامد است. حال با این جمله پایان بده: افکار من دعاست، سخنم دعاست، تقویم من دعاست، عمل من دعاست. من به عنوان دعای زنده قدم میزنم و هرچه میخواهم همکنون در حال تنظیم برای اطاعت از من است. روح سردرگم برود، آن بخش ضعیف تو برود، تردیدها و دودلیها کنار بروند و این نسخه جدید از تو با قدرت حرکت کند. و اکنون دستور نهایی تو این است: نامه تدفین به خود قبلیت را بنویس. مردی که التماس می کرد، بگذار ابهام از بین برود، بگذار این نسخه جدید از تو با قدرت خودنمایی کند. و اکنون دستور نهایی تو این است: نامه تدفین به خود قبلیت را بنویس. مردی که التماس می کرد، مردی که صبر می کرد، مردی که امیدوار بود در حالی که هیچ کاری نمی کرد، به او نامه بنویس و از خدمتش تشکر کن. سپس آن را بسوزان، به آینه بنگر.
صاف بایست، هویت خود را 3 بار با صدای بلند بگو. چشمانت را ببند، آن را مانند قانون بیان کن و بگذار جهان خود را تنظیم کند. زیرا از این لحظه به بعد تو فقط دعا نمی کنی، تو خود دعا می شوی.